در که این عرق، این نشه و گرایی، تمام جنایت هایی که در عالم امروز سر میزند سرچشمش از همین دوست. اگر باید هوشیار میبود نخواد که بالای خواهرش براد خواب رود. جوانهای ما بیرحمانه برادراشان میکشند. چون جوانهای یاشی ما خانه های مردم زیر کرده میدرایند میکشند صاحبای خانه را. هر روز در تلویزیون اخباری که این ویدیو نگاه میکنیم برای خاطر که مستند. هر روز خطا نکنم اگر قریب هر روز سوال پیش من میرود جوان در حالت مستی زنش طلاق کرده. در حالت مستی مردگی آدم جنازش درست نیست. در حالت مستی است که بسیار جوانها از آینه هاشان جداشون ایستادی‌اند. در حالت مستی است که بسیار بچه ها از پدر و مادراشان صغیره موند ایستادی‌اند. عرق‌نوشی و زناگاری گذراندن اونها را جاشان زندانی پر عذاب دوزخ است. مانند عرق نوشندش از ایمان جدا میکند. از نظر اسلام جوانای عزیز، بنابر گوش اندازه عرق از نظر اسلام چه حکم دارد؟ عرق گفته چی میگن؟ عرق هر چیزی که مست کننده است او را عرق میگویند. چیزی که بعد از نوشیدن مست کند عقل ما را از بین برد، چی گفتن ما ندانیم، چی کار کردن ما ندانیم، این عرق میگویند. برابر است که نوشابه باشد، نوشاکی مثل من سپیرتو یا کنیک یا شامپانزه یا دیگر، یا اینکه از خاکه ها باشد مثل که امروز برآمده است گراین و نشه و با نوهای دیگرش که امروز دشمنان اسلام برآوردن برای انسانیت حیوان کردن. همش حرام است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از بالای منبر رسول اکرم و تمام امت اسلام اعلان داشتن که الخمر ما خامر العقل. خمر این عرق، هر چیزی که عقل شما را از بین برد این عقل میبرد. بنابر امروز جوانای خوب برای نوشیدن عرق حاجت ضرورت نیست، زیرا که انواع نوشابه ها برآمده است، نوشابه های حلال از شربت ها سر کرده، با آبهای مینرالی هزارها نوعش برآمده است. بنابر حاجتی به نوشیدن آن زهر قتال نیست، حاجتی به نوشیدن او مادی منقوش کننده نیست. یعنی که این عرق، این نشه و گرایی، تمام جنایت هایی که در عالم امروز سر میزند سرچشمش از همین دوست. باور کنید برای چه جوانهای ما بیرحمانه برادراشان میکشند؟ چون جوانهای یاشی ما خانه های مردم زیر کرده میدرایند میکشند صاحبای خانه را. هر روز در تلویزیون اخباری که این ویدیو نگاه میکنیم برای خاطر که مستند، برای خاطر در حالت مستی بیهوشی این کار اونها میکنند. از این سبب رسول اکرم الخمر ام الخبائث، عرق مادر تمام پلیدی هاست و جماع الاسم، سرچشمه همه گناهات گفتند. من همون جوانی گفتیم خودکشی کرد، خواهرش کتی رسید، هوای در حالت مستی بود. اگر باید هوشیار می بود نخواد که آدم دست خواهرش قپد. اگر باید هوشیار می بود نخواد که بالای خواهرش براد خواب رود. این است ایمان از بدن عرق جدا میکند. از این سبب رسول اکرم لا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن، عرق نمی نوشد کسی که عرق می نوشد و ایمان ندارد. شخصی با ایمان، شخصی که میگوید من مسلمانم باید عرق ننوشد. عزیزان من، اور مسلمانی فقط یک نام نیست، مسلمان باید تابع فرمان خدا باشد، مسلمان باید فرمانبردار امر پیغمبرش باشد. اینه مسلمان میگویند. قرآن صراحتا ما و شما را خطاب میکند که فاجتنبوه لعلکم تفلحون، از عرق نوشی باز ایستید. اگر مبادا تا امروز میخرده باشه بعد از شنیدن امر خدا باز ایستید، توبه کنه، خدا توبه را قبول میکند. توبه کنه،
البته شما رستگاری میابید. لیکن بعد از شنیدن حکم خدا هم از نوشیدن عرق باز نیستیم، از کشیدن گراین و نشه باز نیستیم. این صورت ایمان از بدن عرق نوش گراین کش جدا می شود. اگر این ضرر نمی داشت امروز جامعه بشری بر ضد عرق و بر ضد گراین مبارزه اعلان نمی کرد. همان خدایی که انسان آفرید بر طبیعت انسان چی مناسب است، در جسد انسان چی فایده‌ناک است او را بر او رخصت داد و چی زهرآلود است و زیانکار است او را منع کرده است. آخر عرق عقل از بین میبرد. در حالتی مستی است که بسیار جوانها از آینه هاشان جدا شده ایستادی‌اند. در حالتی مستی است که بسیار بچه ها از پدر و مادرشان صغیره موند ایستادی‌اند. هر روز خطا نکنم اگر قریب هر روز سوال پیش من میرود جوان در حالت مستی زنش طلاق کرده است. ببینید چی ضرورت دارد؟ آخر همون پولی که عرق می نوشیم، همون پول در اگر خانه مانده شکر خریم بیاریم یا قند خریم بیاریم یا یک دو سه شکلات خریم بیاریم برای همسرمان و کودکامان، این خوبتر نیست؟ عرق نوشندش از ایمان جدا میکند. از نظر اسلام، از نظر فتوای علماء اسلام در حالت مستی مردگی آدم جنازش درست نیست. رکبه رسول اکرم ایمان نداره گفتن خوب بعد از مست شدن توبه کند او کارش دیگر است، لیکن در همه حالت مستی اگر مرده باشد او ایمان جنازش درست نیست. آخر ای بس برای مسلمانی که وی جنازه نکنند. چی از حالی او بندگانی که هر روز می نوشند یا هر محفلی توی ده می نوشند، حالی وی چی میشن؟ نبر جوانای خوب، خدا تا از این زهر قتال که فاسد کننده اخلاق است، فاسد کننده آیله است نگاه دارید. شخصی عرق نوش اخلاق خوب ندارد، بین در حالت مستی پدرش حقارت میکند، برادرش حقارت میکند، زنش میزند، زنش آزار میدهد، کودکاش آزار میدهد. بنابراین این کار نکنید. خصوصا جوانایی که فرزنددار میشوید، فرزندای شما 3 ساله و 4 ساله میشود، پدر و مادری که خودش بد اخلاق باشد، پدری که خودش میزده باشد، وای فرزند نمیتواند به جامعه که فرزند صالح باشد. بنابر حضرت معنی میگد گر شوی سرخوش تو اینجا از شراب، میچشی در دوزخ انواع عذاب. کسی که در این دنیا یک لحظه هم باشه خوش با نوشیدن عرق خرسم میکنه و فردا در پیشگاه خدا عذاب جانگداز رو میکشد. عزیزان من دنیا این تو نیست. همین ما و شما روز پیشگاه خدا میریم. ببینه هر روز تابوت رو به قبرستان میبریم، چی جوان و چی پیر، روز با ما هم میریم. اما این رفتن در قبرستان پوسیده نابود شدن نیست. این رفتن از این دنیا به سرای آخرت است. روزی که این عالم به پایان رسید، پروردگار تمام انسان‌هایی که در زیر خاکند اونها را از نو برای حساب کتاب زنده می‌گرداند. آن دنیا را دنیای آخرت میگویند که او 2 جا دارد، یا جنت است یا دوزخ است. بندگانی که در این دنیا ایمانی به خدا داشتند، 5 وقت نمازشان خواندند، پدر و مادرشان احترام کردند، اونها را قرارگاهشان جنت است. اما کسانی که عمر خود در بد اخلاقی، در آزار پدر و مادر، در عرق نوشی و زناگاری گذراندند، اونها را جاشان زندانی پر عذاب دوزخ است. مانند که حکومتدارای امروز هم کسانی که با حکومت مهلت حلال کنند مکافاتشان میدهند و کسانی که جنایت کنند زندانشان میکنند، پروردگار هم بنده هاش این تو پردا اطاعتگاراشان جنت میبرند مکافات میدهند، جنایتکاراشان زندان دوزخ عذاب میکنند. بنابر باید این اندیشه کرد. حضرت حسن بصری میگن عجیب تو لاقوام امروا بالزاد و نودوا بالرحیل و هم یلعبون.
من تعجب بکنم از آدم هایی که اونها را خدا امر کرده است که برای سفری در پیش ایستاده توشه تیار کن که فردا پس فردا میروی، اما اینها این امر خدا را فراموش کرده، عمرشان به بازی و به مستی گذرانده ایستاده. باور کنید از زبان یک آدم خوب شنیدم، یک جوان از قشلاق راحتی، یک جوان فاسق خودش حکایه کرده است. میگه همراه رفیقم در شهر استراحت میکردیم و گفت که بیا یک جا معیشت کنی میرویم. میگه یک خانه رفتیم، یک صحبت کردیم، معیشت کردیم، نوشیدیم، زهر خورد دیلایی. دانی میگه جورش گفت که من رفته دو دختر بیارم شب استراحت کنیم. باور کنید این دروغ نیست. این خوب من بودم مایلش بیار. وقت بعد از نیم ساعت آمد دو دختر آورد، یک تاش خواری خودم، خواهر خودم میگه یک تاش. آن نام پدرش هم گویم یک مسلمان ایزادانه خوب نیست کن. میگم من خودم دیگر ندانستم چی کار کنم. جورم هم گفتم که من یک بیرون میبرم گشتی میبیام. همین بیرون برام دیگه برام بوده برفتم دیگه ندارم بودم. این است عزیزان من. این رسول اکرم در یک حدیث صحیح میفرمایند من زنا زنی بهی، کسی زنا میکند حتما به خاندان وی زنا میکنند. او کسانی که زنا میکنند خیالشان خام که خاندان وی امین میموند. در حق برادرت خیانت کردی، همون زنی که تو به او میرسی یا مادری کدام جوان است، یا خواهری کدام جوان مرد است، یا زنی کدام جوان مرد است مانند خودت باری. در وقتی شهوت چشم کور میکند این فکر نمیکنی؟ خوب دام که روز همسری تو رو کسی همین کار میکند. من یزنی یزن بهی ولو بجداری. حضرت شافعی میگن کسی زنا میکند حتما روز در خاندانی و کسی رو زنا میکنند، خواه خواهر شد، خواه مادر شد، خواه همسر شد، خواه دختر شد، میکنن این کارا. بنابر جوانای عزیز هیچ ضرورت ندارد که همون 5 سمه شما در همون زنی فاحشه میده یا همون یک عطره که یا گله که برای همون فاحشه بخره همون برای همسری خودتان خره، برای عروسی خودتان خره، چی زندگیتان شیرین تر میشود؟ بالایی که عذابی که فقط در پیشگاه خدا دارید. 1 ساعت خرسندی دارد زنا، اما 1 عمر و حسرت دارد. پروردگار جوانای ما را از این راههای بد، از این راههای ضلالت و گمراهی نگه دارد. در باب زنا من یک نوار دارم، یک فیته کسیته دارم، کدامت میخواهی بسیارتر در این باب تصورات حاصل کنه همون کسیته رو گوش کنید. جوانای خوب گوش اندازه فردا فقط پشیمان میشه. شاعر میگوید که پشیمانی ندارد سود بعد از خاک گردیدن. درباره عرق که به صحبت بکنم، اینا که همون واقعی که برای من اون سفید گفت واقعی خیلی تأسف آور است که امروز در بین تاجیکای ما، در بین مسلمانای ما این کارها میشده است. من در کتابهای بدهی خواندم، من در فیلم ها دیدگی هستم که در اروپا با خواهرش و با کشتامونش میرسد، با مادرش میرسد، اما در مسلمان ها اکنون این شدید ایستادن. اگر این رفتار ادامه یابد، حالا ما 9-10 سال که دموکراسی را قبول کردیم، اگر همین رفتار ادامه یابد بعد از 10 سال دیگر فرق نمیکند این خواهر است یا زنی برادر است، دیگر فرق نمیکند. هفته گذشته در این قشلاق مخکلان یک توی بود. بعد از انجام صحبت یک موسفید از پشت من آمد و یک حادثه را برای من نقل کرد. جوانای عزیز، پدرای مهربان، گوش اندازید که هر مسلمان طاقت شنیدن این لحظه را ندارد. دوستان عزیز، گو در قشلاق ما یک جوان در حالت مستی که شراب نوشیده بیاد در خانهشان با خواهر خود علاقه جنسی میکند
و خواهرش از او حامل دار شده است. وقتی که خواهرش پدر و مادر سفارش به جنگ مجبور میکنن که این کار رو تو کرد، میگوید اکام کرد. جوانای عزیز، اکا در حالت مستی با خواهر خود، خوب وقتی که این حادثه رو ما از اکران تلویزیون تماشا کنیم، این حادثه رو ما از اروپایی ها شنویم، جای تعجب نیست، که در اونجا حرام و حلال نیست. اما وقتی که فرزند مسلمان این کار میکند، برای هر یک مومن این تشویش آور است. وقتی که بچه رو میبیارن، پدر و مادرش میپرسد که چون این کار کردی، او از خجالت شب خیست خوش آویزان میکند، خوش میکشد. این سخنی که همون بابای صوفی به من نقل کرد. بنابر خواهش کرد در من که شما حضرت که بسیارتر جوانان شما دو مخلص هستند، درباره عرق بسیارتر صحبت کنیم. خوب در این باره من صحبت بسیاری دارم، قریب در هر محفل صحبت میکنم و نوارهام هست، فیتهام هست. بنابر جوانای عزیز، خواهش من از شما این است که مبادا همین شرمندگی و همین خجالت روز بالای شما بیاد. پدرای عزیز، مبادا این خجالت و شرمندگی روز بالای خاندان شما بیاد. بنابر فرزندان را تأکید کنید، فرزندان را همراه خود مسجد برید که درباره عرق و زیان او از پیشواهای خود چیز فهمند. انسان همچنانه که احتیاج به غذا دارد، من این غذا میگم، گرسنه باشین، به طاقت بشین تا اینکه یک چی خوریم و معده ما آرام شود، نفس ما آرام شود، خود ما نه آرام حس میکنیم. اما اگر گرسنه باشیم، معده ما گرسنه باشد، ناراحت میشویم، به طاقت میشویم. آخر این گرسنگی ادامه یافتن گیرد، خالی بودن معده از غذا ادامه یافتن گیرد، کسلی های روده پیدا می شود، کسلی معده پیدا می شود. آخر انسان گرسنه مبتلا می شود به مرگ، به هلاکت. و این چنین روح ما و شما هم عزیزان من احتیاجی به غذا دارد. جوانای خود، شما خیال نکنید که انسان فقط برای خوردن و خواب رفتن به دنیا آمده است، برای کار کردن آمده است. نه، برای این آمده است. انسان پروردگار از دو چیز مرکب کرد، یکی از جسم، از جسد، یکی از روح. هر کدامش هم برای خود غذا دارد. مانند که جسد غذا دارد، خوردن و آشامیدن و خواب رفتن و استراحت کردن، روح هم غذا دارد. روح غذاش این شنیدنی چی است؟ کلام خدا هست. روح غذاش این شنیدنی سخنهای پیغمبر است. روح غذاش این شنیدنی سخنهای حکمت آمیزی حکماهاست. بنابر وقتی که انسان از غذای معنوی روحش خالی ماند، آن روح هلاک شدگی است. یعنی انسانی که خدا ناشناس شد، انسانی که حرام و حلال فرق نمی‌کردگی شد، وای هلاک شدگی انسان است. مانند که من اون جوان دیدیم با دست خودکشی کرد از سبب نرسیدن غذای معنوی. با جوانای خوب باور کنید، اگر با یک محفل نمی‌نشست بار درباره عرق و زیان آن و در پیشگاه خدا عرق نوش چی حکم دارد از نظر اسلام میشنید، و شاید این کار نمیکرد. اگر این کار نمیکرد و خودکشی نمیکرد. بنابر دور شدنی از غذای معنوی سبب هلاک شدن انسان است، آخر سبب هلاکت جامعه است. بنابر عزیزان من گوش اندازه به قدری گنجایش وقت صحبت میکنم با شما که بعد از آن خدا خواهد یک جایه